امید حیات و نوبر رستاخیزیان و تنها راه رسیدن به پدر و با مدد جستن از فیض روح القدسش 4مین قسمت از سلسله برنامه‌های قطره‌ای از باده‌های آسمان رو با سلام به بینندگان عزیز آغاز می‌کنیم و در نام عیسی مسیح از پدر می‌طلبیم که جام دل شما را از شراب روح القدس پر کند تا پسانگاه بگویمت بگذر از مستی و مستی بخش باش. در جلسات گذشته سخن ما راجع بود به موانع بر سر راه بشارت عیسی مسیح، یا دقیق‌تر بگوییم موانع در آغوش گرفتن تو ای دختر خدا و ای پسر خدا توسط خداوند و پدر آسمانی ما. یکی از آن عوامل عرض کردیم که عقل است، البته عقل جزوی و به تبع آن علم جزوی که دیگ ادراکات خرد مانع می شود تا ادراک کنیم که حقایقی در عالم هستی هست عقل تر از عقل و جانتر هم ز جان. منتها علم راه حق و علم منزلش صاحب دل داند آن را با دلش. همچنین در جلسه گذشته راجع به شریعت و پاسدارانش سخن گفتیم، یعنی علمای دین و فقیهان که بزرگترین حجاب بین خلق و خدایند. سخنان عیسی مسیح را راجع به این موضوع بازگو کردیم و دیدیم که این سخن مولوی هم کاملا کتاب مقدسی است که میگوید فتنه از امام خیزد نیز خم، ماهی از سرگنده گردد نیز دم. چرا که عیسی مسیح 1200 سال قبل از مولوی ها، حافظ ها، عطارها خطر هولناک خرقه پوشان ریایی و سالوسان خوشگندیش را به بشریت هشدار داده بود. راجع به شریعت از قول کلام خداوند رساله غلاطیان باب 3 آیه 13 عرض کردیم که مسیح بهای آزادی ما را از لعنت شریعت پرداخت و با درخشش مسیح که بر طبق آیه 3 از باب 1 رساله شگفت‌انگیز عبرانیان رخشندگی شکوه و نماینده کامل وجود خداست، پس از آن تابش در تاریخ بشر که در واقع خدا تابیدن گرفت، هم من و هم موسی و هم کوه طور هر سه گم گشتیم در اشراق نور. به هر حال برای نخستین بار است که دفتر عرفان ایرانی با نگاهی مسیحایی ورق می‌خورد و یا کتاب مقدس خداوند انجیل تفسیری عارفانه می شود. هنگامی که به شما ایرانیان عزیز هموطنان گرامیم عیسی مسیح بشارت داده می شود، ممکن است بگویید ما کاروان دزد زده‌ای هستیم و آدم مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد. اونقدر سکه های تقلبی زر به ما غالب کردند که باور نداریم سکه حقیقی هم وجود داشته باشد. در پاسخ بایستی عرض کنم کاروان شما را اگر دزد زده است دلیلش این است که فریب صبح کاذب را خورده اید
و بیرون آمدید به امید صبح صادق. صبح کاذب کاروانها را زده است که به بوی روز بیرون آمده است. صبح کاذب خلق را رهبر مباد، کو دهد بس کاروانها را به باد. صبح کاذب 100,000 کاروان، داد بر باد هلاکت ای جوان. اینها درست، اما یک سوال باقی میماند. آیا چون با فریب صبح کاذب کاروان شما را دزد زده است، به صبح صادق هم نباید اعتماد کنید؟ ای شده تو صبح کاذب را رهین، صبح صادق را تو کاذب هم مبین. این یک مطلب است. سخن دیگر این که اگر سکه زر حقیقی و ناب وجود نداشت که سکه تقلبی خریدار نمی داشت. تا نباشد راست کی باشد دروغ، آن دروغ از راست می گیرد فروغ. بر امید راست کژ را می خرند، زهر بر قندی رود آنگه خورند. اصلا کار شیطان همین است، کارش جعل سازی است، جاعل است. اما یک ملاک روشن و زیبایی عیسی مسیح به دست ما میدهد و آن این است که هر چیزی را از روی میوه های آن باید شناخت و درخت تلخ میوه شیرین نمیدهد، حتی اگر در بهشت کاشته شود. درختی که تلخ است وی را سرشت، گرش برنشانی به باغ بهشت. به بیخ انگبین ریزی و شهد ناب، سرانجام جوهر به بار آورد، همان میوه تلخ بار آورد. بله، آن ایدئولوژی ها و حتی فربهتر از ایدئولوژی ها که ما را به سمت صبح کاذب رهنمون شدند و باعث شدند به امید صبح صادق بی هنگام بیرون آییم و بر باد هلاکت رویم، مرغ بی هنگام بودند. مرغ بی هنگام و راه بیرهی، آتش پر در بن دیگ تهی. حقیقتا آتشی پر بودند در بن دیگ تهی و ای کاش دیگ تهی، ای کاش غذاهای زهراگین از آن دیگها بیرون نمی آمد و خلقی را به یأس فلسفی و یأس اجتماعی و انواع سردیها و ناامیدیها و تاریکیها و هلاکتها نمی کشند. اما وقتی که انسان با خرد خود دنبال چاره‌جویی است، نه با طرز تلقی خداوند، راه به همین جاها ختم می شود. بس گریزند از بلا سوی بلا، بس جهند از مار سوی اژدها. حیله کرد انسان و حیلش دام بود، آن که جان پنداشت خون آشام بود. عیسی مسیح فرمود راه